سلام دوستان، خوش اومدید به این ویدیو. ما توی این ویدیو میخوایم ببینیم که مولتیمتر چیه و چه کاربردی داره. قبل از اینکه ویدیو شروع بشه حتما کانال من ساب کنید، ویدیو لایک کنید و در کامنت منو حمایت کنید. خب بریم سراغ ویدیو. مولتیمتر در از هم ولت رو میسنجه، هم اوم رو میسنجه، هم آمپر رو میسنجه، هم یه گزینه داره قطعات الکترونیکی رو میبینه سالمه یا نه. مثلا ما این LED رو برمیداریم مثبت به مثبت، منفی هم به منفی، میبینیم که هم روشن میشه هم تو مولتیمتر یه عددی رو نشون میده. خب مثلا ما یه دونه باتری که روی 19 ولت رو برمیداریم، گزینه‌ش رو میذاریم روی 20 ولت ثابت، بعد میان میبینیم مثبت به مثبت، منفی هم به منفی. میبینیم که این باتری کتابی 6 ولته. خب اگر از این سبک ویدیو خوشتون میاد حتما کانال